زود همه کارش را کند. زود. چی میگویی؟ خانم نیلگون میخوان که با شما بخورن. من گفتم که شما بند هستید اما بیاید. حجره کوری کمال. حجره پیشینه کمال. بله پیشینه. کوری نوتان مبارک بود. نو نیست. پیشینه در حقیقت از آن من بود. فکر میکردم که با نمیخوریم. راستی گپ رو گویم من هم همین خیلی فکر میکردم. پس برای چی آمدی؟ از شما یک خواهش دارم. دیگر برای چی هم می آمدی؟ پول میخواهی؟ پول نمیخواهم. چیزی برای خودم هم نمیخواهم. خیر، برای چی؟ برای کمال. استفاده بردن کمال ساده رو دوام میدهی. خانم مجیده، به خبرگیری کمال رفتم. چشم رویش کبود شده است. سخت لط خورده است. خلاص او رو لط و کوب کردند. در حبس او رو سخت آزار میدهند. نمیخواهد که ما دانیم و غمگین شویم، اما من میدونم. مایلش مرا فرزندانم رو دوست ندارید. به همه بلاها ما رو گناهگار دانید، اما فراموش نکنید که کمال پسر شماست. برای او کاری کنید. لطفاً به کمال یاری دهید. نیلگون بیرفت. پنج شش نفر رو تیار کن و ریزه آمده مرا ببرد. مسئله هست که باید حل کنیم. این نمی شود. این هم نمی شود. مایلش بعداً از نظر می گذارونیم. حیات نوتان بخیر بود. میبینم که خیلی خرسندی. گوییم که حق جایش رو گرفته است. پدری فرزندانت در حبس است، اما تو با چی کار مشغول هستی؟ میگویند که حسرت هم با کار در اومده است. بسیار خوب. تو از کجا میدونی؟ طریق رفیق دیرینه من است. یعنی رئیس حسرت است. مادر، حسرت رو با طریق شما شناس کردید؟ سفسطه نخون. تنها خبردار شدم پسرم. آخر همه میدوند که او چگونه افلاس است. من چیکار دارم؟ حسرت دختری کلان است. خودش را احتیاط کند. کمال پسری من است. اگر گوشش را کشیدن در کار باشد من میکشم، اما اگر دیگره به موی سری پسرم دست رساند اون دست را میشکنم.
من دروغ نمیگویم. اینجا خرابازار است. زمین از آن دولت است. حجت نیست. اجازت گرفته نشده است. قوه برق دزدی است. تنها آب دارد. مسئله آب چی خیل است؟ در باغچه قبور است. آبش صاف است. نوشیده بینید. بی پول است. هوا هم بی پول است. هوا بی پول، آب بی پول. بله بله. با تلفن هم گفته بودم. کلبه من همین خیل است. خاله نیگون در این خانه زیسته نمیشه. بیایید دیگر جا را بینیم. شما برای این خانه چقدر اجاره پولی میخواهید؟ به خدا که 300 لیره کفایه است. $250 میدهم. مایلش. گفته شما شود. مبارک شود. تشکر. خوش و خرسندانه زندگی کنید. از پسی کار شوید. نظارت کنید. به کمال ضرر نرسانند. قوه ضرر رساندن ندارند خانم مجیده. فهمو. از نویگری ها مرا خبردار کن. بیا. چی میگویی؟ جناب احمد میخوان که با شما بخورند. بیاید. سلام خانم مجیده. سلام. مرحمت. شینید. مثل دفعه گذشته باز مرا خبر گرفتی و شاد گرداندی. یگان نیتی دیگر نداشتم. به این هم میدانم که در این شرکت به اجازت شما پرنده پر نمیزند. سبب آمدنم همین که میخواهم گویم که به کمال دام ساخته. حالا نمیدانم که کیست و برای چی کرده ایستاده است، اما گفت و گفت میکنم و از این کار دست نمیکشم. کمال بسیار خوشبخت است چون که مثل تو محافظه دارد. خرسند شدم. خرسند شدنتان طبیعی است که شما مادرش هستید و او فرزندی شماست. البته. اینطور باشد حجتی است که شما را باز هم خرسند می کند. این چیست؟ این حجتی است که هنگام روند محافظت کمال به وزارت مالیه و مؤسسه هایش خبر دادیم و شبهه های کرده‌مان را دسترس نمودیم. از آنها جوابی مثبت گرفتیم و این حجت نمونه است. بسیار خوب کرده اید. آفرین به شما. خرسند شدم. میدانم که خرسند میشوید، برای همین خواستم که به شما خبر دهم. با اجازت شما. البته. آفرین. الو، من سلیم گرجان، مفتش از وزارت مالیه.